بخشیده بر روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند مسابقه ولایتی اید به گیمناستیکای ورزشی بین کودکان تعلیم گیرندگان کودکستان‌های ولایت سوخت برگزار گردید. در این چهاربینی ورزشی نزدیک 100 نفر کودکان و نورسان دستپروران فدراسیون گیمناستیکای ورزشی ولایت سوخت اشتراک و مهارت سنجی کردند. در مسابقه کودکان مهارت خود را در مشق‌های گوناگون گیمناستیکای ورزشی نشان دادند. مقصد امروز برگزاری مسابقه در آن است که برای جلب نمودن کودکان برای باز هم رواج و رونق یافتن همین گیمناستیک ورزشی در ولایت سوخت ما همین چهاربینی را برگزار کردیم که این به نهایت با شوق و ذوق کلان برگزار گردید که تمام کودکان با خرسندی با مهارت بلند و ملکی بلند اشتراک کرده جایها سزاوار را اشغال نمودند. مورد با ذکر است که فدراسیون گیمناستیکای ورزشی در ولایت سوخت طی 5 سال اینجانب فعالیت دارد. در این مدت مربیان فدراسیون مذکور صدها نفر کودکان و نورسان را با مشق و تمرین فرا گرفتند. گیمناستیکای ورزشی این زمینه بهترین برای همه نمودهای ورزش می باشد. ما طولی 5 سال است که با منامین گیمناستیک اوشو همکاری خود را دوام داده ایستادیم. مربیان به همین باغچه به کودکان از گروهی همین سنی 4 ساله آغاز کرده هر هفته 2 مرتبه این مشغولیت ها را میگذرانند که اینها هم تربیت جسمانی خود را درست انکشاف میدهند، هم تربیت دوستی هم دیگر و در آینده آنها باید یک ورزشکاری مشهور شده جمهوری تاجیکستان را در عرصه جهانی خود را معرفی نمایند. چنین مشغولیت‌های زیبا تشکیل شد و کودکان احساسی بلند گرفتند و در آینده این خیلی مشغولیت‌ها بسیارتر شود که کودکان با ورزش بسیارتر مشغولیت بدند. ساکنان از توجه و غمخوری‌های حکومت کشور مخصوصاً پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت دستگیری ساحه ورزش بالای روح و مسرورند، زیرا برای فرزندان آنها امروز تمام شرایط‌های معاصر برای مشق و تمرین مهیا میباشد. من خیلی خرسندم که فرزندان ما در چنین ورزشگاه‌ها مشق میکنند. ورزش این گروی سلامتی است. باوری دارم که آینده فرزندان ما پرچمبردار ملت و دولت میشوند. امروز کودکان ما در آزمون گیمناستیک ورزشی اشتراک ورزیدند و خیلی فعال بودند. بچه‌ها خیلی فعال بودند، خوشحال شدند. آزمون خیلی جالب و شب‌آور گذشت. ما خیلی خرسند شدیم که امروز کودکان ما امکانیت مهارت خود را سنجیدن را دارند و امروز باشد همه خوشحال شدند، جایهای نمایان را گرفتند. فدراسیون گیمناستیکای ورزشی در نقشه دارد این نمود را در تمام منطقه‌های کشور از جمله در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت رشد داده کودکان سرشمار را با مشق و تمرین جلب نماید. زیرا گیمناستیکای ورزشی یکی از نمودهای بهترین ورزش است که برای آب و تاب یافتن بدن کودکان نقش مهم دارد.